به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و درود خدمت عزیزانم. مشکل ما انسان‌ها اینه که معنویات رو از خودمون دور کردیم. ما به سمت معنویات نمیریم. تنها نام خدا رو بر زبان آوردن کافی نیست. ما باید خداوند رو وارد زندگیمون کنیم. ما باید میدون رو خالی کنیم و به دستان قدرتمند خداوند بسپاریم. تا تو پیدایی خدا باشد نهان، تو نهان شو که حق گردد عیان. میدون رو خالی کن، بسپار به خداوند. تو وقتی با مغزت حرکت میکنی، مغز فقط یک ذهن استدلالگره، کارش استدلال کردنه، پس نمیتونه راه تو رو به درستی تشخیص بده. اگر میخوای در زندگی، در کسب و کارت، در تحصیلاتت، در امورات زندگی موفق باشی، باید متوسل بشی به الوهیت درونت، یعنی خداوند. اون هم با شهود. ببین، پیمودن راه حق کار دله، همون شهودته، نه کار عقل. پیمودن راه حق کار دله، نه کار عقل. بذار راهنمات دلت باشه، نه سری که بالای شونهاته. عقل نامحرم است و عشق محرم. چرا محرم تو؟ خداوند. شهود از الوهیت درونت میاد، از خداوند میاد. راه اشتباه رو در مسیر تو قرار نمیده، اما عقل تو یک استدلالگره که مسیر اشتباه رو به تو میده. فقط کارش استدلال کرده. مثل یک ماشین حسابه که در دفترت روی میز کارت گذاشتی، 2 تا 4 تا. همینو بس. باید بخوای تا خداوند رو وارد لحظه لحظه زندگیت کنی و وقتی که دفتر زندگیت رو ورق میزنی، خداوند در هر ورق از زندگیت نمایان باشه. راه موفقیت و سعادت رو به تو نشون خواهد داد. ما جز خداوند نیستیم و مسیر موفقیتی جز راه خداوند نیست. حق را خواهی شناخت و حق تو را آزاد خواهد نمود. شناخت خداوند یعنی آزادی تو.